تو سری آ میلان اودینزه رو 4-0 برد. محمد صلاح در رده سومین بازیکن انگلیس با بیشترین مبلغ دریافتی. زمان برگزاری فینال کوپا دل ری مشخص شد با اعلام فدراسیون فوتبال اسپانیا. فینال کوپا دل ری همون جام حذفی اسپانیا بین بارسلونا و رئال مادرید روز شنبه 6 اردیبهشت ساعت 11:30 شب برگزار خواهد شد. سیتی هم تونست کریستال پالاس رو 5-2 ببره. این در حالی که سیتی 2-0 از حریفش عقب بود و کامبک زد. ایران هم تو فوتسال تونست تایلند رو 6-2 ببره. عملکرد شگفت انگیز مثلث مرگبار بارسلونا در این فصل: لواندوسکی 40 گل و 2 پاس گل، رافینیا 28 گل و 22 پاس گل، یامال هم 14 گل و 18 پاس گل. برترین مثلث‌های هجومی این فصل اروپا: بارسلونا با 82 تا گل اول، بایر مونیخ با 85 تا گل دوم، رئال مادرید با 84 تا گل سومه. بایر لورکوزن هم 0-0 متوقف شد. بقیه به صف شدن. انریکه اولین قهرمانی 5 لیگ معتبر اروپایی رو رقم زد. اینتر هم تونست حریفش رو 3-1 ببره. بایر مونیخ هم مقابل دورتموند 2-2 متوقف شد. آرسنال هم فقط به فکر برد رئال مادرید، بازی که تو لیگ 1-1 مساوی کردن. مقایسه آمار لوا و رافینیا در لیگ قهرمانان هوش مصنوعی قهرمانی 10 دوره آینده جام جهانی باشگاه رو پیش بینی کرد. به نظر شما درسته یا خیر؟ با حضور کریستیانو رونالدو تیم منتخبی از بازیکن‌های آزاد در تابستان 2025 بیشترین گل زده مقابل تیم سابق در قرن 21، پیشتازی رابرت لواندوسکی و هری کین. میزان دوندگی تیم‌ها در دور رفت مرحله 1/4 لیگ قهرمانان اروپا. برترین گلزنان این فصل لیگ قهرمانان اروپا. مقایسه عملکرد مسی و رونالدو در 2025. پرسپولیس تونست نساجی 1-0 ببره. استقلال خوزستان مقابل هوادار 1-1 مساوی کرد. سپاهان تونست مثل رفسنجان 1-0 ببره. از اونورم تراکتور متوقف شد. ذوباهن هم با آذر 1-1 مساوی کردن. اونورم آلومینیوم با گلگهر اونا مساوی کردن. اما اونور ملوان تونست خیبر رو 3-0 ببره. رایس به عنوان بهترین بازیکن دور رفت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان انتخاب شد. بازیکن رام به عنوان بهترین بازیکن ماه سری آ انتخاب شد. منچستر یونایتد در لیگ اروپا 2-2 مساوی کرد. منچستر یونایتد تنها تیم این فصل لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا میباشد که تا اکنون شکست نخورده. اونورم تاتنهام 1-1 مساوی کرد. زنگ تفریح شیرها در لیگ کنفرانس: النصر و الریاض 1. 2 گل النصر هم رونالدو زد. یوونتوس هم تونست حریفش رو 2-1 ببره. اونورم بارسلونا با گل به خودی حریف تونست حریفش 1-0 ببره. چلسی به رکورد 22 بازی بدون شکست با بارسلونا رسید. بازیکن پاریس سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ 1 فرانسه انتخاب شد. لیورپول هم تونست حریفش رو 2-1 ببره. تاتنهام 4-2 باخت. چلسی هم 2-2 متوقف شد. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده. اگه ویدیو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین. اگه دوست داشتید برام کامنت هم بذارین. تا ویدیو بعدی، بدرود.